روزگار غریبی است، آدم‌ها مثل برگ‌های درخت می شکفند، سبز می شوند، معطر می شوند، زرد می شوند، چروکیده می شوند و بر خاک می افتند. وقتی با خاک یکی شدند، دوباره با نسیم بهار سر از خاک بر می دارند و به آفتاب می اندیشند. غریب روزگار نیست، غریب ماییم که از قرب او دور افتاده ایم. ما با خاصیت روزگار غریبه شده ایم، غربت روزگار هم برای همین است.